عزیز من بهترین رفیق تو در زندگی تو پدرت هست. پدر را رفیق خود قرار بده، چون اگر رشد کردی پدر حسادت نمی کند. اگر نبوغ کردی، اگر به مقام رسیدی، پدر بخیلی نمی کند. حتی بهترین دوست، نزدیکترین دوست، نزدیکترین رفیقت که همیشه به تو میگوید شب از ناموس همه چیز را فدای تو میکنم، باورش نکن. همه چیز خود را به اون نگو، همه پیشرفت های خود را به اون نگو، چون این دوست تو هم روز از این نعمت هایی که خدا به تو داده چشم حسادت به تو میکنه. ولی فقط یک کس است که خیلی زیاد دوست دارد تو از این بیشتر داشت بکنی. اون کی است؟ پدر. در عالم بالا الله رب العزت و الجلال، در مخلوقات پدر. هرچه بیشتر رشد کنی پدر خوشحالتر می شود، هیچ وقت با تو حسادت نمی کند. اگر پدر تو رفیق تو نشد، اگر پدر تو با تو محبت نکرد، اگر تو با پدرت محبت نکردی، عزیز من این را بدانی که در دنیا رفیق دیگر نداری. اگر پدر تو رفیق تو نبود بدانی که در دنیا رفیق دیگر نداری، چون بالاترین رفیق در زندگی پدر هست.